شماره چیست؟ شماره آن حصه مستقل نطق است که مقدار اشیا یا اینکه اشخاص را توسط چی میفهموند؟ توسط عدد، یعنی به واسطه عدد میفهموند، نه تنها به واسطه کلمه های زیاد، خیلی، بسیار. به واسطه این کلمه ها این کلمه ها از روی حصه نطقشان چی میشوند؟ ظرف میشوند. بیشترین خواننده ها نیست در همین مورد خطا میکنه. وقتی که سوال میشود که خب کلمه بسیار کدام حصه نطق است، میگن که شماره. چرا؟ برای که به سوال چقدر جواب میشود. به کلمه زیاد به کدام سوال به سوال چقدر جواب میشود، به سوال چند جواب میشود. از همین لحاظ اینجا چی میکنن؟ خطا میکنن. از خاطر فراموش نمیکنیم که شماره مقدار را تنها و تنها به واسطه چی ifade میکند؟ به واسطه عدد ifade میکند و به سوال های چند، چندم، چند تا، چقدر جواب میشه. و در زبان تاجیکی شماره ها به دو گروه جدا میشوند، به گروه مقداری و به گروه چی؟ ترتیبی. شماره های مقداری حساب که از همین 0 شروع می شود و به آخر است، همه آنها شماره های مقداری هستند. 1 مقداری، 10 مقداری، 30 مقداری، 46 مقداری، 587 مقداری، 6343 مقداری، 1,425,000 مقداری. یعنی همین شماره که از 0 شروع می شود به آخر، همه آنها شماره های چی هستند؟ شماره های مقداری. در صورتی که همون شماره های مقداری به خود گرفتن پسوند یوم، پسوندی ووم، خب اینها شکل دیگر نیز دارم. اومین، یومین، وومین. اگر که همین پسوند ها رو گرفتن آن شماره ها، الکی نامی همون شماره مقداری مبدل می شود به چی؟ به شماره ترتیبی. مثال 1 مقداری یکم که شد می شود ترتیبی. 10 مقداری دهم که شد می شود ترتیبی. 345 می شود مقداری، 345 می شود ترتیبی. 6344 می شود مقداری، 6344 می شود ترتیبی. یعنی خصوصیتی فرق کننده عادی ترین اینها فقط یک چیز است. چی است؟ داشتن پسوندهای اومین، یومین، وومین. شماره ترتیبی پسوندها را دارد و شماره مقداری این پسوندها را چی ندارد. شماره های مقداری باز به سه گروه دیگر جدا میشن، به گروه های اصلی، تخمینی و کسری. شماره های اصلی چی را میفهمونن؟ میفهمونن مقداری معینی اشیا رو، مقداری معینی اشیا رو، مقداری انیق اشیا رو. با اون خاطر نوعی همین شماره اصلی هم نگه، همین یک در حقیقت چیش شماره است. در واقعیت در اصل چی است؟ شماره است. 2 شماره است، 10 مقدار است. 10 تا کتاب مقداری انیق اشیا، مقداری معینی اشیا، واقعیت، حقیقت. خب شماره های تخمینی باشن میفهمونن مقداری نامعینی اشیا. شماره تخمینی چه میفهمن؟ مقداری نامعینی اشیا رو میفهمونن که آنها با بیشترین وقت با نیم تیره ها نوشته میشن. مثال 2 3 5 6 10 20 15 20 کتاب مقداری نامعینی اشیا. یعنی گوینده وقتی که همین مقداری اشیا را توسط همین نوع شماره ها ifade میکند، باید در چه قرار؟ در شبهه قرار داد، در گمان قرار دارد، در تخمین قرار داد. جواب انیقش رو نمیداند، مقداری انیق اشیا رو نمیداند. شماره های کسری، کلمه کسر کلمه عربی است. وقتی که کسر به ترجمه میشه شکستن، ما دل خواهش رو وقتی که میشکنیم به چی جدا میشود؟ به حصه ها جدا میشود. از همین لحاظ میگه شماره کسری چون حصه از عددی بوتون رو میفهموند. چی رو میفهموند؟ حصه از عددی بوتون. حصه از عددی بوتون. بوتون معناش پوره، کامل. و اینها نوشته میشن در شکل 3 1. احمد این روز
سه یکی کار رو بود کرد. یعنی از سه یک حصه کار رو چیکار کرده است؟ به انجام رسانیده است، به آخر رسانیده است، بود کرده است. این نوع شماره ها میگن شماره های چی؟ کسری. خب ساختار شماره اصلی. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.